سلام. امروز میخوایم الگوی این کیف خوشگل و جذابمون رو طراحی کنیم. از قسمت بالا به اندازه 52 سانت علامت میزنیم و خطمون رو رسم میکنیم. و از این قسمت به اندازه 42 سانت علامت میزنیم و خطمون رو رسم میکنیم. این قسمت رو به 3 تا 14 سانتی متر جدا میکنیم و خطمون رو رسم میکنیم. از قسمت پایین به بالا 20 سانت و باز 20 سانت علامت میزنیم و 12 سانتی که بالا باقی میمونه میشه برای دهانه کیف و خط هامون رو رسم میکنیم. کناره های کار 2 تا 7 سانتی جدا میکنیم و این خط رو رسم میکنیم. برای هلال دهانه کیف 1.5 سانت از وسط و 2 سانت از کناره ها میایم و این هلال رو رسم میکنیم. این قسمت ها هم که میشه دوریزه کار ما. خب الگوی کیف آماده است. برای قرینه سازی دهانه کیف الگو رو به صورت قرینه قرار میدیم و این قسمت رو قیچی میزنیم. بازم الگوی کار رو با اندازه ها براتون عکسشو میذارم. برای طراحی و الگو سازی دهانه کیف به 2 تا مدل دیگه که یکیش دالبر هست به اندازه 3 تا 2 سانت از بالا به سمت پایین علامت میزنیم و خط هامون رو رسم میکنیم و به شکل دستی این هلال ها رو هم رسم میکنیم و این میشه دهانه کیف. و برای طرح بعدی همون 6 سانتی که پایین اومدیم از وسط به اونجا وصل میکنیم و دهانه کیف به صورت مثلثی طراحی میشه. خب برای ادامه کار و دوخت این طرح‌های زیبا حتما پست بعدی رو هم ببینید.